قبیله های بنی تمیم که بسیار سرشمار هستند، مردم زیادی را در بر بگیرند، همین زن به نزد خود دعوت کردند، او را پیامبر خود اعلام نمودند. حتی همیشه در جنگ ها یک گروه پیدا می شود، همیشه در تمام جنگ ها هست همین طایفه ها که به خاطر منفعت خود به همین کارها دست بزنند تا اینکه یک منصب و یک جا و یک کرسی افتخاری را کسب کنند. قبایل بنی تمیم تابع او شدند. آمد نزدشان گفتند به ما چی میفرمایید؟ گفت به سوی مسیلمه میرویم، اگر پیامبری مرا قبول کرد خوب و نکس، اگر نکرد با او میجنگیم. این بدبختان قرآن خوانده و به قرآن یک تقلیدهای کودکانه میکردند. تقلیدهای اینها به قرآن عظیم شان مثل تقلید یک چوبپاره که در بالای شخمج میگذاریم، نامش پادشاه میمونه، در مقابل پادشاه است. از جمله همین زن گفت که از جانب خداوند بر من نعوذ بالله وحی نازل شد. علیکم بالامامه علیکم بالیمامه و دف دفین الحمامه فانها غزوه السلامه لا یلحقکم بعدها ملامه. گویا که همین 4 آیت نعوذ بالله از خدا به او نازل شده است. بنی تمیم دعوت میکرد که علیکم بالیمامه، خیزید شتابان به سوی یمامه به جنگ رویم، به سوی مسیلمه. و دف و دفیف الحمامه، دف بزنه، صداتون بلند کنه، مردم تحریک کنه، مردم برانگیزه تا اینکه اکثر قبیله شما را پیگیری کنند روند. فانها غزوه سلامه، پس به درستی که این جنگ، این غزوه بسیار شدید، بسیار مقصد خوناشان می شود. لا یلحقکم بعدها ملامه، اگر همین کار را انجام داده دیگه هرگز ملامت از گریبان شما گریبانگیر نمی شود، هرگز دیگه پشیمانی نمی خورید. بنی تمیم گرفت آورد به یمامه. مسیلمه در یک حدیقه داشت، یک باغ و مثل قصرش ساخته بود. شاید بعضی‌ها تو در همون فیلم ها تماشا کرده باشید، بعضی فیلم ها هم در همین موضوع گرفتن. از بالای قصر ندا کرد که شما کی هستید و چی میخواهید؟ گفتن همین علما امتی نعوذ بالله سجاح هستیم، و سوی تو آمدیم که تو او را تصدیق کنید. مسیلمه از بالا گفت نیم دنیا به قریش منصوب است، نیم دیگرش به بنی حنیفه. اگر شما چیزی میخواهید روید اون است که قریش هم به شما عطا کردم، از دست قریشی و کشیده بگیرید. بعد از اون سجاح او را به صحبت دعوت کرد که بیا با هم صحبت کنیم. جای هر نشستن، سجاح پرسید این مثالا را برای آن میارم که شما یک تصوراتی در همین موضوع داشته باشید. زیرا که میخوانیم که فلان پیامبر کسی مثلا به دروغ خود پیامبر گفته است، دعوای پیامبری کرده است، اونا هم یک سخنی گفتن که مردم به سوی خود جلب کردند. سخنشون از چی عبارت است؟ این بدبختا چی مزخرفات میگفتن؟ پرسید ما اوحی الیک یا مسیلمه، مسیلمه گفت بر تو خداوند چی نازل ساخته است؟ این بدبختی مسیلمه گفت این الرحمن اوحی الی آنفا، الحال گفت رحمان بر من وحی فرستاد، نعوذ بالله. الا قومی الی نیکی فقط هوی لک المسجد و این شئتی ففی البیت و این شئتی ففی المخدم. گفت همین را خداوند بر من نازل کرده است که من به تو مراجعت کنم که ای زن بیا با من معاشرت کن، با من محبت ورز، عشق ورزی کن، برای تو من جای خواب تیار کردم. اگر بخواهی در خانه استراحت میکنیم، اگر خواهی یک خیمه میزنیم در صحرا استراحت میکنیم. و این شئتی صدقناکی و این شئتی علی الاربع و این شئتی بثلثیه و این شئتی به اجمع. ایشا باور کنه اوقدر مذکرفات دارد، اوقدر سخنهای فحش‌آمیز دارد که آخه این حتی ترجمه کردنش عیب است. همین که سفسطه‌ها میگفتن بدبختان، نعوذ بالله از نام خدا، که حتی به عشق ورزی دعوتش میکنند. گفت بیا زنی من شو. این سجاح هم قبول کرد و نکاح مسیلمه در آمد. 2-3 روز با هم عیش اشتراک کردند. بعد خارج شد به نزد مردم بنی تمیم. گفتن کجا بودی و چیکار کردی این 4 روز؟ گفت من همین مسیلمه را به شوهری اختیار کردم. بزن گفتن صداق چی داد به تو؟ مهری تره چی داد؟ گفت یکان چیز. گفتم برگر عیب از شرمندگی است که زن آزاد به مهر نکاح مرد را قبول کردن. خوب شرمندگی است. این ما تو را پیغمبر رو اعلام کردیم، ما از قفای تو جمع اومدیم، شرمنده چیکار کردیم؟ یک نفر شما که علاقه در روزها محکمه مقصد صدا کرد که ما مهر سجاحت
نداریم. مسیلمه از بالای دیوار گفت که محمد صلی الله علیه و سلم برای همه مردم، برای تمام بندگان خدا 5 نماز فرض گردانده است. من شما را از 2 نمازش آزاد کردم، از نماز بامداد و از نماز خفتن. مهر سجا همی است. ببینید چی مسخره بازی، چی روسیاهی ها میرفت، چی بدبختی ها داد. پس سبب چی است که مردم از دنبال این بدبخت ها، این فاسق ها روانه شدن، خونه ها ریخته شد، مردم حتی به جنگ قتال بر ضد مسلمان ها برخاستند. بالاتر ذکر کرده که سبب اول نادانی و جهالت است که جهالت و نادانی انسان به هر کوی میزند. شخصی که فراست ندارد، شخصی که دانش ندارد، شخصی که خدای تعالی او را عقل کذایی نداده است، به هر کفر قادر است و بدبخت. مردم گاو پرستی میکنن، مردم سنگ پرستی میکنن، اگر چند میدانند که از همراه یکان فایده و منفعتی نیست، مردم آتش پرستی میکنن. همش جهالت است. اگر اصل بگیریم حکیم سنایی غزنوی یک نظم می‌دارد، می‌فرماید از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز که نباشد کار عامی جز خریب و خرسری. گاو را دارند باور در خدای عامیان، نوح را باور ندارند از بنی پیغمبری. حقیقت عامه گفته تمام مردم در نظر نداریم، یعنی که از برای جاهلا شده هیچ وقت به ابلهی گرفتار نشوید میگوید. این جهالت این مردم ها ببینید قوم حضرت نوح بدعا را قبول کردن، گاو پرستیش کردن، اما پیامبر اولوالعزم پروردگار را رد کردن که عاقبت الامر به غضب خدا گرفتار شدن. پس سبب اساسی پیروی پیامبران دروغین لعنت خدا برایشان باد همین بود. سبب دومش تعصب قومی. در هر جایی که مردم به قبایل تقسیم هستند تعصب به نهایت بلند است. هر کسی از فضیلت‌های قبیله خود سخن‌های افتخارآمیز میگوید، به همدیگر به افت درست میافتند. چه جنگ‌های واقع شده است در نتیجه این تعصب در تاریخ، چه خونه‌های ریخته شده است برای یک سخن‌های اندک ناچیز. امام طبری در تاریخ معروف خود، تاریخ امام و ملوک، بیان میکند که شخص با نام طلحه نمیری از بنی ربیعه، یعنی از قبیله‌ای که مسیلمه منسوب به آنها بود، به مدینه منوره آمد. وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از دین مبین اسلام واقف گشت، آمد ایمان آورد، حتی سوره های زیادی از قرآن حفظ کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت نمود، این شخص آوازه مسیلمه را که شنیده بود به یمامه آمد، برگشت آمد نزد مسیلمه، گفت انت رسول الله، تو رسول خدا هستی؟ گفت این بدبخت گفت نعم. بله. گفت پرسید که من یعتیک و نزد تو کی میآید؟ کی به تو وحی میآورد؟ قال الرحمن، لعنت خدا بر او باد که گفت رحمان نزد من میآید، پروردگار نزد من میآید. قال افی نور او ظلم، پرسید که رحمان کی نزد تو میآید؟ در روشنایی، در روز یا به شب، در تاریکی؟ مسیلمه گفت فی الظلمه، گفت در تاریکی، در ظلمت میآید. گفت اشهد انک کذاب و ان محمد صلی الله علیه و سلم صادق، من گواهی میدهم نزد پروردگار که تو دروغگو هستی. واقعا دروغ میگه بدبخت. یک آفتابی که مخلوق است وقتی که اندک چشمش باز کند دیگه در دنیا ظلمت و تاریکی نمیماند و پروردگاری که خالق این آفتاب است پیدا بیشتر از دیگه تاریکی و ظلمت میماند. اشهد انک کذاب و ان محمد صلی الله علیه و سلم صادق، و ان محمد صلی الله علیه و سلم صادق، من گواهی میدم که تو دروغگو هستی و محمد صلی الله علیه و سلم راستگوست. ولكن كذاب ربيعه احب الینا من صادق مضر، اما گفت دروغگوی ربیعه که هم قوم و هم قبیله ماست نزد ما محبوبتر است از راستگوی مضر، یعنی از محمد صلی الله علیه و سلم که با قبیله دیگر تعلق دارد. شما ببینید تعصب تا کدام درجه است. بدبخت ندانه که دروغ میگه همین شخص، اما میگوید مادام که از قبیله ما هستی با وجود دروغگویی تا از اون راستگوی واقعی که با دیگر قبیله متعلق است نزد ما محبوبتر است. متاسفانه همین جهالت
مردم ما جا دارد. هم نادانی هم تعصب محل‌گرایی در میان مردم ما روشن دیده می شود. خدا کنه که این بدبختی و این فسادی از میان ما دور برود و الا قسم به خدا هرگز کامیاب نمی‌شویم. امروز کار ما به حد رسیده است که هفت یک خان خودمان از علامه دیگر معناها بالاتر نمی‌بینیم. این چه حالت است؟ در اسلام آدمی که ملت نیست، یک ملت متحد است، فرزندای ابراهیم خلیل هستند، آقای بدبخت از شخصی که ما این مسلمان‌ها را به محل‌ها تقسیم می‌کنند. زینهار برادرای عزیز، باید ما از این کار اجتناب بورزیم. من در این موضوع صحبت‌های زیاد کردم در موضوع ملت‌گرایی و محل‌گرایی. امروز ما امکان و مجال صحبت در این موضوع را نداریم. انشاءالله امید است که شما محل‌گران هستید، کسایی که به مسجد میآیند ملت‌گران هستید، زیرا که ما مسلمان هستیم. مسلمان در هر جایی که باشه بنده خداست، باید که برادر همدیگر باشد. یک نظمه که به خاطرتون میرسونم است نوشته های محمد اقبال لاهوری که میفرماید: نه افغانی و نه ترک و تتاریم، چمنزاد ما از یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. یعنی که ما ملت های متعدده نیستیم، ما فرزندای اسلام هستیم. برای ما جدا کردن به رنگ و بوها تقسیم کردن و خلقیت ها جدا کردن حرام است، زیرا ما پرورده دین مبین اسلام و ملت وحیده ابراهیم خلیل الله علیه السلام هستیم. از همین لحاظ مردم پیروی و تقلید این بدبختان کردند. سجاح این زن در بین همین وقتی که با شکست مواجه شدن گریخت به جزیره رفت، چند مدت در جزیره سکونت کرد. در زمان معاویه رضی الله عنه، یعنی بعد خلفای راشدین، دین مبین اسلام قبول کرد، حتی که به بصره کوچیده آمده در بصره از دنیا گذشته است. در میانشون خطرناکترین همین مسیلمه بود، مسیلمه کذاب که قبیله بنی حنیفه را که واقعا مردمی بننگ و بعار و بناموس بودند، شمشیرزن بودند، جنگاور بودند، در اطراف خود متحد کرده بود و او بیچاره‌ها نیز این را به پیغمبری قبول داشتند و تعصبشان را گفتند که تا کدام درجه را بیان بود. در ابتدا اکرمه ابن ابی جهل به نزد اونا آمد رضی الله عنه، اما در جنگ‌های شدید نتوانستند که قشون مسیلمه را شکست دهند. در میان مسلمانان صحابی‌های بسیار جلیل القدر پیامبر به شهادت رسیدند. حتی در همین جنگ یمامه 70 نفر قاری و حافظ قرآن جام شهادت نوشیدند. پس خالد بن ولید نیز بعد تارمار کردن قشون طلیحه عاصم یمامه گشت. در جنگ‌های بی‌نهایت شدید عاقبت الامر مسلمانان غالب آمدند و این بدبخت دروازه‌های همون حدیقه‌اش شکستند، مسلمانان داخل شدند. وقتی میخواست گریزد از دست همون وحشیه که امیر حمزه را به قتل رسانیده و در جنگ احد و در سال فتح مکه اسلام پذیرفته بود، بدبخت و جان خود تسلیم خدا کرده در قعر جهنم انشاءالله ابدالآباد همراه شیطان خواهد شد. در تاریخ طبری آمده است، امام طبری که حتی تاریخ را به اسناد روایت میکنند. بزرگی شخص رو بینه تاریخ را به اسناد روایت میکنند، عن فلان گفتن، از همون کسایی که روایت آمده است بیان میکنند. از عبدالله ابن عمر روایت شده است: سمعت رجلا یومئذ یصرخ یقول قتله العبد الاسود. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که در همین جنگ شرکت داشت میگوید من را شنیدم از همون قبیله بنی حنیفه که فریاد میزد که مسیلمه را یک غلام سیاه کشت. غلام زنگه همون غلام نبود دیگه، البته آزاد شده اما همون وحشی است. در روایات آمده است که یک انصاری کشته استش، اما امام طبری همینا را حق داره و یک توجیه نیکه و هم جمع می‌ورد موافقت می‌دهد که واقعا وحشی او را به همون زوبینش و نیزش زد هلاک کرد و یک انصاری دیگر هم رسیده با شمشیر سرش از بدنش جدا کرد. لعنت خدا بر او. همچنین با همین طریق واسطه نیم جزیره عربستان ابوبکر صدیق رضی الله عنه متحد کرد، همه را برابر کرد، اسلام قبول کردند، بیرق اسلام پرتوافشان گشت. عملی که حضرت ابوبکر کرد از بزرگترین عملها حساب می‌شود. هر مردی که
امام سیوطی تاریخ الخلفاء گفتن یک کتاب دارد، در همونجا بیان می‌سازد که ما ولد لآدم فی ذریته بعد النبیین و المرسلین افضل من ابی بکر. از ذریه آدم علیه السلام میگوید بعد پیامبرای نبی و مرسل از ابوبکر صدیق بزرگتر کسی به دنیا نآمده است در هیچ تحلیل، در هیچ عصر. لقد قام ابوبکر رضی الله عنه یوم الردة مقام نبی من الانبیاء. بیشک حضرت ابوبکر صدیق در روز ردت، در همون روزی که جنگ داخلی تمام جزیره عرب گرفته بود، مردم مرتد شده و از اسلام دور شده بودند، مثل یک پیغمبر خدا عمل کرد، مردم متحد کرد، مردم در اطراف خود جمع کرد. این بزرگترین عمل از قسم به خدا. وقتی که شخص مردم خاصتا مسلمانان را متحد میکند، نه پراکنده کردن عمل شیطان است. من فرق فلیس منا. حضرت رسول الله میفرماید هر کسی تفریقه میاندازد از ما نیست، اما کسی که مسلمانان را متحد میکند، زیر یک بیرق میآورد، یار و برادر میخواند، خوشا به حالش بهترین شخصی است، بزرگترین شخصی است. در اختلافات امروزه مسلمانان اگر نظر اندازیم، اکثرش به سبب جهل و جهالت است و سبب همین فتنه انگیزهای بدبخت. خداوند شر اینها را از بالای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم دور سازد. زیرا که اگر اینا فتنه ناندازند، اگر همون انما المؤمنون اخوه شعار خود سازند، اگر مردم به دین دعوت کنند، همش برادر مسلمان خطا و کمبودی همدیگر را اصلاح سازند، مسجد مکان و میدان فتنه انگیزی و نزاع نسازند، انشاءالله این دین چنان دین قوی و استوار است که میبینیم در یک مدت اندک اکثر مردم کره زمین این دینی مبین اختیار میکنند. اما متاسفانه بدبختی از خود ماست. حضرت مولوی روم یک قصه آورده است در مثنوی شریف، میفرماید 4 کس را داد مرد یک درم، آن یکی گفت این به انگور میدهم. 4 شخص مسافر نشسته بودند، یک نفر فارس زبان، یک نفر عرب، یک ترک و یک رومی که زبانشون گوناگون است، زبان همدیگر را نمیفهمند. یک آدم از پیششون میگذشت، دید که مسافر هستند، گردنهاشون کج، گرسنه، چهرهاشون خسته مینماید، برابر یک درم بگهشون گفت که چیزی گیرده استعمال کنید. فارس درم گرفت گفت من انگور میخرم. آن یکی دیگر عرب بود گفت لا من عنب خواهم نه انگور. یک نفر دیگرش عرب بود بیچاره انگور را نمیفهمد که معنیش چی است، گفت من عنب میخواهم. عنب هم با انگور است. آن یکی ترکی به دو گفت ای گلوم من نمیخواهم عنب، خواهم عزوم. یک ترک زبان دیگه بود خود دعوا را برداشت که من عزوم میکشم دیدم، عزوم شما با هم انگور است. آن یکی رومی میگفتیم پیل را ترک خواهیم استافیل را. او رومی دعوا را برداشت که من استافیل میکشم دیدم، استافیل شما با انگور است. مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بدند از جهل و از دانشتگی، بعد خیزدن کشتن و کشتن شروع کردن. حضرت مولوی نصیحت میکند صاحب سیر عزیز 100 زبان در بدی آنجا میدادی سر نشد. یک شخصی با فراست و عقل میشد، هیچ اشکال نداشت، در یک لحظه صلحش میداد. در قبیله کوس خزرج نام داشت، یک زی دیگر جان خوناشام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی محو شد در راه اسلام مصطفی. قبل از هجرت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره نزد قبیله زندگی میکردند، اوس خزرج. یهودی‌ها اینا را به هم جنگ می‌انداختند و خودشون از ثمره این نزاع استفاده می‌بردند. تمام این نقطه‌های تجارت، تمام کارهای سرنرامت همه در دست یهودی‌ها بود. همین 3 قبیله می‌زیستند در مدینه و در اطراف مدینه، بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نذیر. تمام جاهای سرنرامت و سرنرامت هم در دستشون بود. از نزاع یهود قبیله استفاده می‌بردند. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، ندای ملکوتی انما المؤمنون اخوه، جز این است که مؤمنان برادر همدیگر هستند. مسلمان برادر مسلمان است. المؤمن اخو المسلم. کینه و کدرت از بین شده شد. اولا اخوان شدند این مسلمان، همچه اعداد عنب در بوستان
و از دمی المؤمنون اخوت بپند در شکستند تنی واحد شدند. این توحید بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم او توحید در میان مسلمان ها استحکام بخشید و این مسلمان ها نیمی دنیا را در زیر حکم خود در آوردند و دین مبین اسلام در این مملکت ها منتشر ساختند و یک خدمت بزرگ، یک ارج عظیم بالای مردم این مملکت ها گذاشتند که در این موضوع نیز ما صحبت ها کرده ایم. ولی انشاءالله باید موضوع شیعه در این موضوع صحبت بگیریم. پس عملی که حضرت ابوبکر صدیق کرد عملی پیغمبران بود، بهترین عمل بود. خشم به حالش، خدا رحمت و مغفرتش کنه، که واقعا خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که حضرت ابوبکر از دنیا گذشت، حضرت علی کرم الله وجهه کلمه استرجاع به زبان راند انا لله و انا الیه راجعون و بعد از او فرمود انقطعت خلافت النبوه، گفت خلافت نبوت قطع شد، دیگر امیرالمؤمنین میآید، دیگر خلیفت رسول نیست. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق شرک ارتداد از نیم جزیره عرب برکند، مسلمانان را مجهز ساخت و به دو جبهه فرستاد. یک جبهه را در زیر سروری و سرپرستی خالد بن ولید سیف الله به سوی عراق فرستاد. جبهه دوم که از 4 نفر سرفرمانده عبارت بود به سوی شام روانه شد. خب در ابتدا درباره جبهه عراق یک صحبت ها راهیم. غرض از این قصه ها برادران قصه های تاریخی آن است که ما باید تاریخ اسلامی خودم کره و مفصل بدانیم. من بارها تاکید کردم که متاسفانه حتی ضیاعیای ما، کسایی که معلومات عالی دارند، تاریخ خونده‌اند، از تاریخ اسلام کم آگاه هستند. شاید در باره تاریخ پیامبر تا زمان رحلتش که کتاب زیاد است دانشان کافی است، اما از تاریخ خلفای راشد اکثرش ناآگاه هستند. کار به حدی هست که بعضی برادران درباره محاربه کلیکوبا، درباره محاربه مثلا جنگ روی یخ، درباره محاربه گریوال و تغلا، جنگ یکم جهان و جنگ دوم جهان با تاریخ بروزش بیان میکنند. اما وقتی که تاریخ اسلام از اونا سوال میکنی، جنگ‌های واقعی را که سببکار غلبه اسلام شد، جنگ‌هایی را که در اون جنگ‌ها مسلمان‌ها با وجود کمی شماره، با وجود کم بودن اسلحه‌شان، کمربند دو دولت ابرقدرت فارس و روم شکستند. وقتی درباره این سوالشون میگیرید ناآگاه و غافل هستند. از این خاطر من اندک مفصل‌تر رفتم استادم تا اینکه از تاریخ اسلامی خود، از تاریخ لشکرکشی مسلمانان آگاه شدیم. واقعا در تاریخ وقتی میخونیم مورخ‌ها ادعا میکنند که تا به حال هیچ فرمانده رو هیچ مملکت در دو جبهه غالب نشده است. همین ادعاها را بسیار میشنویم. من در یکی از جمعه‌ها در همین موضوع گوش دادم که هیتلر را مثال میارن، ناپلیون را مثال میارن و دیگران، اما فراموش میکنند که در مسلمانان در عهد خلافت خلفای راشد و همین مرتبه و منزلت رسیدند. حضرت ابوبکر یک گروه خشون را تقسیم کرد، یک گروه را به جنگ ایران فرستاد، گروه دیگر را به جنگ روم و مظفر هم شدند. دو دولت ابرقدرت از اونها افکاندند، یکیش کاملا برهم دادند، یکیش مقدار یک توقی زمینش گذاشتند و دیگه همش ضبط کردند. غیر همون قسطنطینیه که امروز استانبول خونده میشود در ترکیه است، دیگر در دست هیچ باقی نمانده. این از ثروت شوکت اسلام که متاسفانه از بس که ما از اسلام و از تاریخ خلفای خود، از تاریخ جنگ‌های خود واقف نیستیم، افتخار نمیکنیم به این جنگ‌ها. قشون خالد بن ولید عاصم عراق شد. اول شهری که اینا با دشمن برخوردن حفیر نام یک موضعی بود، یک شهری بود. اگر امروز حسابش کنیم در مرز کویت است، در خلیج فارس، در همین سرزمین بود همین حفیر شهر. سرفرمانده آن یکی از سرکرده‌های معروف ایرانی با نام هرمز بود که مرتبه و منزلتش بسیار بلند بود، از اشرافان و اشرافزاده‌های فارس محسوب میشد. در فارس مردم از حساب همون کلاهاشو معین میکردن که مرتبه و منزلتش چقدر است. هر قدر که مرتبه و منزلتش بالا میشد، نیگین کلاهش و بریلیان کلاهش کمتر بود، زیادتر بود. کلاهی همه هرمز 1000 دینار قیمت داشت، بلکه 100,000 دینار، 100,000 دینار قیمت داشت.
هرمز از پهلوانای بسیار نامدار بود، بسیار معروف بود. عرب‌ها را هیچ حساب نمیکرد. یک مردمی بادیوی به فراست دزد رازن گمان میکرد. وقتی که قشون مسلمان‌ها آمدن هرمز در مقابلشان صف کشید، خالد ابن ولید رضی الله عنه به میدان برآمد، گفت یا هرمز اگر مرد هستی بیا تن به تن جنگ کنیم. خون این قدر لشکر را ریختن چی لازم؟ هرمز که از عرب چشمدار نبود، دید یک عرب که در چشم شخصی حقیر می‌نماید، او را به مبارزه دعوت می‌کند، در حال به میدان برآمد. مغروری پهلوانی خود، مغروری لباس‌های خود که سرتاپا مسلح بود، سرتاپا در آهن گم بود، دید که در دست خالد ابن ولید فقط یک شمشیر است. مغرور شد به میدان برآمد. در بعضی تاریخ‌ها برعکس هم آمده است. مشیرالدوله در تاریخ ایران آورده است که هرمز برآمد و خالد به میدان دعوت کرد که سردار تو کی است با من برایت برازم. در اولین حجم خالد ابن ولید که پیامبر او را سیف الله خوانده است، گفت انت سیف من سیوف الله سلح الله علی المشرکین. ای خالد تو شمشیری از شمشیرهای خدا هستی که خداوند را بر ضد مشرکان از نیام برکشیده است، از خلاف برکشیده است. در اولین ضربه هرمز از پا افتاد به قتل رسید. در همین لحظه قعقاع ابن عمرو که در حضرت ابوبکر این جوانمرد، این شخص شجاع، شخصی که به همون قبیله‌های بنی تمیم تعلق داشت و کمک خالد فرستاده بود، و سوی دشمن هجوم کرد با ندای الله اکبر و مسلمانان هم از قفا هجوم کردند. شما اگر احوالی قشون را تصور کنید که در پیش چشمشون سرفرمانده شما کشیدند. شما احوالی قشون را تصور کنید که دیدن که مردم با چه شجاعت پروای مرگ ندارند، با شمشیرهای برهنه مثل پلنگ شیر و سوشون احوازده میآیند. در اولین ضربه شکست بودند و گریختند. پاش بود قشون شد. کلاه هرمز خالد ابن ولید رضی الله عنه به نزد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرستاد، اما حضرت ابوبکر بود تحفه‌اش کرد، گفت همین است. زیرا که پیغمبر گفته است هر کسی یک قتیل را کشد سبب او قتیل از او است. یعنی مال و هر لباسی که در بدن دارد اصلش به همون کشنده متعلق است. گریزها آمدن یک موضع با نام الیس است، شاید یک 15-20 کیلومتر پایین‌تر. در اونجا با قشون امدادی ایران را خوردند، یعنی قشونی که شاه ایران یزدگرد به کمک هرمز می‌فرستاد. با اینا وقتی که با خوردن باز قفا کشتند و به مسلمانان هجوم آوردند. اما کسایی که به خاطر خدا می‌جنگند، کسانی که اگه شما تصور کنید که مرگ بر زندگی ترجیح می‌دهند، زیرا می‌دانند که مرگ اونها را به جوار رحمت خدا می‌رساند، زیرا می‌دانند که وقتی که مرگ و مرگ رسیدن اونا شربت شهادت جام شهادت هم می‌نوشند. پیش قشون کی گرفتن می‌تواند؟ در همون روز این قشونش هم مغلوب کردن، شرمنده‌وار گرفتن. همینطور راه به سوی حیره باز شد. حیره پایتخت عراق عرب بود. شاهان حیره متعلق به قبیله بنی لخم طایی بودند و سرور حیره در همون شب و روزها ایاس ابن قبیسه و در بعض روایات ایاس ابن ابی قبیسه گفتن شخصی بود که بعد کشته شدن نعمان ابن منذر خسرو پرویز او را در همون پادشاهی انتخابش کردن و گذاشته بودش. وقتی که قشون مسلمانان آمدند و احاطه کردن شهر حیره را، این مردم نشستند و اندیشه کردند، گفتند مادام هرمز با قشون جرارش نتوانست صد راهی لشکر را گیرد، تا کی ما میتوانیم مقاومت کنیم؟ پس از در صلح برخاستند. نماینده‌هاشان به نزد خالد ابن ولید آمد که بیا صلح کنیم. خالد با اونا مراجعت کرد، گفت ادعوکم الی الله و الی عبادته و الی الاسلام. گفت گوش کنید، اولا من شما را به سوی خدا دعوت میکنم، به سوی عبادت خدا دعوت میکنم، به سوی دین مبین اسلام که بهترین دین است، دین واقعی و صحیح همین دین است. من شما را به پذیرفتن همین دین دعوت میکنم. فإن قبلتم فلكم ما لنا و علیکم ما علینا. اگر شما این دین را قبول کنید شما برادران ما میشوید. هر حقوقی که ما داریم شما نیز مستحق آن حقوق میگردید و هر چیزی که بر ما واجب میشود بر شما نیز واجب میشود. شما برادران ما میگردید. و این ابیتم فالجزیه. اگر گفت از پذیرفتن اسلام ایبا کنید پس باید که جزیه پردازید. مادام که شما متعلق به دولت اسلامی میشوید، مادام که مسلمانان و قشون اسلام محافظت شما را کفیل میشوند،
مادام که سرحدهای شما را محافظت میکنن، شما به ممانعت و تجارت و دهقانیتان مشغول میشوید و شما که کافر از غیر بر شما زکات واجب نیست، پس در عوض باید جزیه سپارید. جزیه دید. و این ابیتم فقط جئناکم بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات. اما گفت از جزیه هم اگر سرکشی کنید، با شما با قشون وجن میام که قسم به خدا همچنانه که شما زندگی را دوست می‌دارید، اون مردم مرگ را دوست می‌دارند. شعار مسلمانای اول همین بود، شعار صحابیای پیغمبر تابعین تبع تابعین همین بود که وجن از برای شهادت می‌رفتند تا اینکه خدا اونا را میسر گرداند جام شهادت نوشیدند. اگر مفتیوا کنید با قوم با قشون برزین شما وجن خواهی می‌شوید که قسم به خدا همچنانه که شما زندگی را دوست می‌دارید، به خاطر زندگی خیانت به برادر میکنید، حق پدر و مادر را میخورید، حق برادر را میخورید، به خاطر منصب و کرسی از هیچ حرام رو نمیگردانید، این طایفه مرگ همچنان دوست می‌دارند که به خاطر آن که جام شهادت نوش کنند از هیچ دشمن ایگو نمیکنند، از پیش هیچ شمشیر ایگو نمیکنند. و اینا همون قسمت دیگه من اختیار کردن. از همین سه شرط خالد ابن ولید که اولش پذیرفتن اسلام بود، دومش جزیه پرداختن بود و نهایت سوم جنگ. همون دومش انتخاب کردن، گفتن ما جزیه را قبول داریم. و خالد ابن ولید با اونها یعنی با مردم شهر حیره عهدنامه بست که هر سال با مبلغی در بعضی روایات آمده است 190,000 مثلا در تعلیق طبری آمده است، اما در بعضی روایات دیگر 290,000 درهم باید که هر سال جزیه میدادند. و نیز حوالی حیره مردم سواد نیز آمدن و صلح کردن، مقداری تقریبا از 1,000,000 حتی بیشتر و عهده گرفتن که ما هر سال جزیه میدهیم و در عوض شما ما را محافظت کنید و بگذارید که همون دین داریم و همون عبادت خود و همون دین خود مشغول باشیم. از بس که در اسلام در مسئله دین پذیرفتن دین هیچ اکراهی نیست، زیرا خداوند صراحتا در قرآنش فرموده لا اکراه فی الدین، در اسلام اکراه نیست. از این خاطر مسلمانان به اونها اجازه دادن هر کدام دینی خودش پرستش میکرد. امروز متعصبان شنای اسلام داد و فغان بردارند که گویا اسلام توسط شمشیر و توسط آتش در عالم منتشر شده است. قسم به خدا دروغ محض است. زیرا تا امروز در شهر تهران حتی 10,000 زرتشتی و آتش پرست موجود است. تا امروز هستند. پس در یک مدت اندک و حضرت خالد ابن ولید میسر گشت تا اینکه شهر انبار، عین التمر، دومة الجندل و دیگر شهرهای مهم عراق در زیر تصرف خود درآورد که از یک طرف عراق تا سرحد ایران ضبط کرد. اون طرف فقط همون پایتخت ایران مدائن مانده بود از طرف شرق و از طرف غرب تا سرحدهای شام رسید، تا سرحدهای اروپا رسید. راستی که وقتم کم مانده است متاسفانه ما این هفته هم نتونستیم که صحبت مورد در موضوع حضرت ابوبکر مکرم رسونیم، اما غرض ما هنوز لشکرکشی‌های حضرت ابوبکر حضرت عمر است. ان شاء الله با هفته دیگر صحبت خود ادامه میدهیم و چون عادت در آخر یک نظمی را از حضرت مولوی و صبر شما میرسونم و بعد ان شاء الله دعا میکنیم. حضرت مولوی هم در مثنوی میفرماید آن مجوسی گبرک آتش پرست بحر عزم هین در کشتی نشست. غرض از این شعر آوردن چی است؟ همچنانه که مسلمانان در وقت جنگ خواه در شهر حفیر، خواه مثلا در اولیس، خواه در دیگر شهرها از خدای بزرگ طلب مدد میکردن، زردشتیان نیز از همون آتش مقدس خود طلب کمک میکردن و همون جهالت شد. گمان میکردن که همون آتش و داد اینا میرسد، گمان میکردن که از او یکان کمک خواسته میشود. مولوی خیسه میکند یک مجوسی یک آتش پرست بحر عزم هین در کشتی نشست. داخل کشتی شد، نیتش سفر هندوستان بود. باد شرطه کرد گم راهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت ایزدی ناخواست دریا طوفانی شد، بحر طوفان هست. گرم را نزدیک غرق آمد فراز، در تضرع افتاد آن کارساز، ناله میزد سوخته که نار نار الغیاس زینهار. وقتی که جامش بلبش آمد خوش در کلاسه مرگ دید، گبرک مجوسی
دست به دعا برداشت و گریه و ناله را برداشت که ای آتش الغیاث و دادم برست و کمکم برست، از تو زینهار میخواهم. هر کسی بر ملت خود میتند اعتماد بر اعتقاد خود کند، زیرا هر کسی در حالت دشواری به سوی پروردگار مراجعت میکند. کسی که صاحب حق است به سوی خدای بزرگ خود مراجعت میکند. اما کسی مشرک است و بتپرست است چیکار کنه بیچاره؟ به همون بت خود، به همون آتش خود، به همون گاو خود توجه میکند. گبر در آب افتاد دست و پا، چون مزخ میزد ولی دور از نجات. عاقبت الامر کشتی در آب غرق شد. این در داخل همون بحری پر تلاطم افتاد. بیچاره مثل مرغابی دست و پا میزد اما هیچ فایدهش نمیکرد. ناله میزد فریاد که نار الغیاث و زینهار. میزد فریاد که ناری سنی، قبله مقصود و معبود منی. چند سالت کرده هم من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله و گریه را برداشت که ای آتش مقدس، من ترا سالهای سال پرستشت کردم، برای تو هدیه ها دادم، برای تو قربانی ها کردم، تا اینکه در چنین روزی مشکل دستگیری من شوی. غیر تو پشت و پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد است. آن یک ملاح مردی پخته، مانده و نزدیک او بر تخته، خنده اش آمد از آن آتش پرست. در پهلوش یک ملاح دیگر، یک متراس دیگر، او هم در همه آب غرق شده است، یک تختاره را گرفته است، در براش نشسته. گریه هایی را دید که ای نار ای آتش گفته داد و فغان میگیرد. خنده اش آمد از آن آتش پرست. گفت او را ای زبادی عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این ششدر بودی، حال او از حالی تو بدتر بود. یک جاهلی بدبخت و آتشی را که تو به کمک دعوت میکنی، اگر او در جای تو میشید احوالش از احوالی تو بدتر و خورتر میشد. جسمی تو از خاک است، تو را آب خاموشت نمیکنه، غرقت میکنه اما خاموشت نمیکنه. اما او آتش آخه او آب فرو میبره، خاموشش میکنه. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو هیچ کس. او خالق آتش است و فریادت میرسد. او پروردگاری بزرگ است که تمام عالم و عالمیان خلق کرده است که به فریادت میرسد. از دست یک آتش، یک بت، یک گاو، یک خر چی میآید؟ از دست یک انسان، یک مخلوق در این لحظه چی میآید؟ والله هیچ کاری ساخته نیست. چون مگو بیچون شناس، نیست این معبود را حدی قیاس. چون چرا نگو مثل بعضی جاهلا، مثل بعضی فلاسفه ها، بلکه بیچون بشناس که این معبود، این بزرگوار در حد نمیگنجد. این را با چیز قیاس کردش نمیشود. چون ید الله فوق ایدیهم علی است، احیا و اموات در دست خداست. دعا میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدك یا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعشيرته أجمعين. السلام عليكم برادران اهل اسلام. روز شریف جمعه را برای جمیع شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار در خانه هایتان، در اهل بیتتان، در محلهاتان، در مملکتهاتان، در جمیع ممالک اسلامی فیض احسان و برکات خویش را نازل فرماید و مسلمانان عالم را از فتنه و بلا و آشوب در پناه امنش محفوظ دارد و مسلمانان امت محمد صلی الله علیه و سلم را هدایت فرماید تا اینکه طبق فرموده های آن حضرت صلی الله علیه و سلم زندگی و عمل نمایند و دنیا و آخرت خویش را آبادان سازند. آمین. مدت یک ماه شد که ما در موضوع حضرت ابوبکر صدیق با شما صحبت داریم. 4 جمعه صحبت کردیم. انشاءالله از خدا امید است که این جمعه موضوع ابوبکر صدیق رضی الله عنه به اتمام میرسد. اما ما در ضمن رخدادهای بزرگی که در زمان خلافت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و وقوع پیوستند از برای شما بیان ساختیم
تا اینکه باز یک تحریکی نمیشود، تا اینکه قلب‌های زنگار بسته‌مان زنده شود، تا اینکه یک افتخار از اجدادهای ما، از گذشته‌های ما، از سلف صالح تمام وجود ما و شما را فرا گیرد. واقعا مردم در صورت به وجد میآیند، در صورت ننگ و ناموسشان بیدار میگردند، در صورت شوق اشتیاقشان زیاد میشود که از تاریخ گذشتگان خویش معلومات پیدا کنند و همون رخدادها را یک یک از پیش نظر بگذرانند. فقط در همین صورت شخص میتواند که با گذشتگان خود افتخاری داشته باشد. هفته گذشته صحبت کردیم که بعد از آن که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تمام فتنه و آشوبها را، تمام شورش‌های مرتدین را در نیم جزیره عرب پخش کرد، خشون مسلمانان را منظم ساخت، یک گروه را در زیر سرپرستی سیف الله خالد بن ولید به سوی عراق اعزام فرمود و قسمت دوم لشکر را به 4 حصه تقسیم نمود. یک حصه را زیر سرپرستی عمرو بن عاص رضی الله عنه به سوی فلسطین رهسپار ساخت. یک دسته دیگر را در زیر رهبری و قیادت حضرت ابو عبیده ابن جراح به سوی جابیه شام فرستاد. یک گروه دیگر از مسلمین در زیر رهبری یزید ابن ابی سفیان به سوی بلقا رهسپار شدند، بلقای شام. و یک گروه دیگر تحت رهبری شرحبیل ابن حسنه، اینا همه شهروندان اسلام هستند. اینا کسایی هستند که مسلمانان با اینا بفخرند و بنازند. در مشکل‌ترین لحظه مرد واقعی خصوصیت خصلت‌های خود آشکار بسازد و این جوانمردان در همون لحظه‌های حل کننده خودشون همچون مسلمان، همچون جنگاور، همچون محب خدا و رسول خدا و خلیفه رسول الله نشان دادند. در زیر قیادت سرپرستی شرحبیل ابن حسنه یک گروه دیگر از مسلمانان به سوی بصرا، یک شهر بزرگ تجارتی و تمدنی شام است، و همون طرف رهسپار شد. حضرت با دست مبارک از برای هر یک سرلشکر خود یک لوای، یک بیرق بسته و تسلیم کرد و ذکر کردیم که هر کدام وقتی که میفرستاد تأکیدش میکرد. هفته گذشته در این موضوع مفصل گفته بودیم، از این خاطر امروز دیگر لازم نیست از سر اینا تمامی همین چیزای گفته شده را ذکر کنیم. درباره لشکرکشی خالد بن ولید در معلومات حاصل کردیم که چگونه در مدت 8 ماه عراق را قریب تا قادسیه فتح کرد. از این طرف تا سرحد شام رسید، از طرف دیگر به قادسیه رسید. ولی انشاءالله در این موضوع قادسیه و حرب قادسیه زحمت‌ها در پیش است، در زمان خلافت حضرت عمر است و آمادگی می‌گرفت تا اینکه به شهر قادسیه هجوم کند و بعد ضبط قادسیه دیگه در سر راه مسلمانان فقط مدائن میماند، پایتخت فارس. وقتی که خشون مسلمانان عازم شام شدند، اول محاربه که به وقوع پیوست میان لشکر عمرو بن عاص با یک گروه از سرکرده‌های روم. عمرو بن عاص با خبر شد که 6 نفر سرلشکرهای رومی هر کدامش دارای 500 نفر سواره بودند، لشکر سواره یک جا جمع شدند در یک موضعی با نام عربه یا عربه. از این خاطر ابی امامه باهیلی یکی از صحابیان پیامبر صلی الله علیه و سلم را با 500 نفر فرستاد تا اینکه اونها را پراکنده کنند تا سر راه نشوند. مسلمانان با چنان شور و شوق در زیر ندای الله اکبر به دشمن به هجوم گذاشتند که در یک لحظه خشونی را که 6 برابر از خودشان زیادتر بود و مسلح‌تر بود، پراکنده و پریشان کردند. حتی یک نفر از سواراشون را به قتل رساندند با نام نطیوس. از این خاطر در دین قیصر روم یک هیبتی افتاد. قیصر روم شخصی بود با نام هرقل. قیصر در دهشت افتاد وقتی که به او خبر دادند که یک خشون 500 نفره، خشون 3000 نفره لشکر مجهز و مسلح رومی ها را شکست داده است. در تشویش و در ترس افتاد. خود بس شهرهای ایمس، ایلیا، دمشق سفر کرد، مردم تهدید تحریک کرد، مردم به ننگ و ناموس در آورد رومی ها را که شما بدونید که شام مرکز تمدن نصرانی هاست، بلکه تمام جهان است. شما بدونید که شام مملکت عیسی علیه السلام است.
شما میدونید که تمام بزرگای ما و مقدسات ما هم در شام هستند. امروز گفت عرب ها آمدن تا اینکه مقدسات ما را به زمین یکسان کنند، آمدن تا اینکه پرده ناموس رنگ ما را درند و دعوتشان کرد که برخیزید برای محافظت کردن مساجد معابد خود، برای محافظت کردن مکانهای مقدس خود دیگر علاج دیگر نداره. مردم تحریک تهییج کرد تا یک خشون جمع شد که در تاریخ روم چنان لشکر یکان بار در تاریخ دولت محمود دو لشکر جمع شده بود. حتی در زمانهای دولگروشکوفایی دولت بیزانس، دولت بیزانتیا، روم شرقی چنین عدد سپاه جمع آوری نشده بود. 280,000 نفر. یک خشون به نهایت بزرگ است. شخصا را فرستاد به اروپا، نصرانیای اروپا را تحریک کرد که برخیزید بیایید و معرکت عیسی علیه السلام محافظت کنید. نصرانی ها چنانه که میدونید و جهالت ادعا میکنند که گویا نعوذ بالله حضرت عیسی مرده بوده بعد از نو زندهش کردن. از همین خاطر یک معرکت هم براش جور کردگی هستند. گرانیتش میگن و مردم به نهایت زیاد جمع شد. 280,000 نفر در اطرافش جمع کرد، همه مسلح بودن. اگه شما تصور کنید که دولت روم یکی از مترقی ترین دولت های همون زمان عصر حساب می‌کنه. دولت روم ابر قدرت بود، دولتی بود که هیچ دولت قدرتی با اون مقاومت کردن نداشت. در مدت تاریخ چند صد ساله حتی بیشتر از این دولت اینقدر طلا و اینقدر جواهرات جمع کرده بود که میتونست قشون‌های کرایه و کمک خودش بخونه. قشون کرایه در عوض پول میآید از طرف دولت جمع می‌کرد. وقتی که قشون جمع شدن 90,000 از بین ایشان جدا کرد و در زیر سروری و سرپرستی برادر خویش تراکوس دیمتریوس باشه والله اعلم نامش فراموش شد، در اختیار همین شخص داد برادرش 90,000 خشون و بر مقابل عمرو بن عاص او را فرستاد که سد راه شود از برای داخل شدن مسلمانان به فلسطین. 60,000 نفر دیگر را جدا کرد و یک سرلشکر دیگرش تسلیم فرمود و او را به مقابل ابو عبیده جراح فرستاد. او سرلشکر نامش کلاوس است. نامش واقعا اندک مشکل‌تر از زیر زبان ما زبان‌های لاتینی بود، زبان رومی است. و 60,000 نفر دیگر را جدا کرد و پسری بزرگ خودش بالای اونا رهبر تعیین کرد. نوازیور قسم میگفتن پسر خلق را و به مقابل یزید ابن ابی سفیان او را فرستاد و 60,000 نفر دیگر را جدا کرد در زیر سرپرستی یک سرلشکر دیگر و به مقابل شرحبیل ابن حسنه فرستاد. خشون مسلمانان زیاد نبودند، همه در مجموع 36,000 بودند. خشون 4 سرلشکر 36,000 بود. اگر این 36 هم به 4 تقسیم کنیم 9 نفری میشه. 9,000 خشون 9,000 در مقابل لشکر 60,000 چکار کردن میتونن؟ از این خاطر یک خطری بزرگه بر همه قواهای متفرقه مسلمانان تهدید میکرد. ابو عبیده ابن جراح هر 4 سرلشکر را به نزدش دعوت کرد، زیرا امر شده بود از جانب ابوبکر صدیق رضی الله عنه که وقتی که پراکنده باشه هر کدام لشکر خود سروری بگیره. اما وقتی که در یک موضع جمع شده راهبری همه شما ابو عبیده خواهد بود. دعوت چون کرد مصلحت رسید که چیکار کنید؟ عمرو بن عاص این داهیه سیاست بین الخلقی یکی از دههای عرب است. حتی امام طبری 4 نفر را جدا کرده است که در تاریخ اسلام و در تاریخ عرب از اینا سیاستمدارتر کسی نداشته است. به نهایت مردمی با فراست و با فرهنگ بودن، در سیاست داهی بودن واقعا. یکی از همه 4 نفر عمرو بن عاص است، دیگرش معاویه، سومیش مغیره ابن شعبه و چهارمش قیس بن سعد رضی الله عنه، صحابیان پیغمبر هستند. عمرو بن عاص بسیار زیرک بود، کاردان بود، رزم دیده بود، از سیاست بین الخلقی نیز باخبر بود. گفت اگر ما تنها به مقابل اینا جمع کنیم ما را پخش میکنن، پس ما باید یک بشویم، یک قوت شویم، در یک موضع همه سر جمع میشیم. از این خاطر یک جای را انتخاب کردن که با نام یرموک در تاریخ معروف و مشهور است. اصلا یرموک نام یک دریا است، یک رودی هست که از اردن جاری می شود، از بین سرحدهای فلسطین شام میگذرد، بسیاری زمینهای فلسطین از همین رودخانه آبیاری می شود. آمدن در قسمت شرقی دریای یرموک خیمه زدند و مکان اختیار کردند. وقتی که قیصر روم هرقل
دید که مسلمان‌ها در یک موضع جمع شدن، اینا تمام همه قشون 280,000 نفره که سرجم کرد و آورد در مقابلشان از طرف غربی همون دریا صف درست. واقعا لشکر رومیان بسیار وحشتناک بود. عددش دیگه در چشم نمیخورد. در یک موضع 280,000 آدم جا بگیرد، دیگه میدونید که هیچی واقعا بشه و کجای نظر بینید فقط اسلحه میبینیم سپاه. از این خاطر حضرت ابو عبیده که سروری لشکر در اختیارش بود و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مکتوب نوشت، کمک خواست که قوت ما کم است، به نهایت کم است نگاه، شاید 8 برابر از دشمن کمتر باشیم. حضرت ابوبکر صدیق اگر خوشا به حال مردمی که چنین راهبری خیرتمند داشته باشند که از پشت همیشه مواظبت کند و غمخواری کند. حضرت ابوبکر صدیق مردم دعوت کرد و تمام قبایل عرب مراجعت کرد، کو شیر مردان، کو جوان مردان، کو شیردلان، کو مسلمانان واقعی، کو امتان محمد علیه السلام. دریابید رحمت خدا را، رحمت خدا در نزد شماست. بیایید. و هر وقت یک گروه جمع میشد و دستی مبارک یک بیرق خیره میبست و در دست یک نفر از سرورها و سرکرده ها میداد و همه قشون به او تسلیم میکرد و سوی شام میفرستاد و همه یرموک میفرستاد. مدتی نگذشته بود که گروه های لشکر مسلمان در زیر سرپرستی رهبراشان، از جمله یک گروه در زیر لوای هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، یک گروه دیگر در زیر سرپرستی معاویه ابن ابی سفیان، یک گروه تحت رهبری ذوالکلاء حمیری، یک گروه در زیر قیادت رهبری سعید ابن عامر و غیره و هاکذاها شمارش و چند نفر است. هر کدام پشت همدیگر به سوی یرموک شتابان حرکت کردند. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه که از حالت مطلع بود، اگر چند که در اون موضع قرار نداشت دور بود، میدانست که احوال چنان است، میدانست که رومی ها جدیت مسئله را خوب فهمیده و درک کردن. از این خاطر تمام قوت خدا سفربر کردند. حتی هرقل جگرگوشه های خودش به میدان پرداخت، برادر یگانه خود و پسر خودش به میدان پرداخت. زیرا که مسئله بسیار مسئله جدی بود. تقدیری در دولت حل میشه. بزرگترین جنگ در شام همین جنگ است، جنگ تقدیر حل کننده بود. پس ابوبکر صدیق بعدی فکر اندیشه زیاد کردن و خالد بن ولید که مقصد هجوم کردن به قادسیه را داشت. ما گفتیم که خالد بن ولید در عراق بود و خالد بن ولید مکتوب فرستاد و امر کرد، گفت نیمی لشکر را در اختیار مثنی ابن حارثه بده و با نیمی باقی مانده تلف کن به یرموک شتاب. ببینید وضعیت با کدام درجه متشنج بود. خالد بن ولید رضی الله عنه هم با مجرد گرفتن مکتوب 18,000 قشون داشتند، تقسیم برابرش کرد، 9,000 در اختیار مثنی ابن حارثه گذاشت و با 9,000 دیگرش حرکت کرد. در راه آمد، در نزدیکی شهر بصره با شرحبیل ابن حسنه برخورد. شرحبیل نتوانسته بود که به یرموک با دیگران پیوندد، زیرا الکی به جنگ شروع کرده بود با همون کرنیزان شهر بصره و این شهر بصره یک شهر به نهایت مستحکم بود. ما و شما از تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین بار ذکر کردیم که وقتی که ثروتمندان و تاجرای عرب خرشی‌ها و تجارت می‌رفتند، اساساً به همین شهر بصره می‌رفتند. از بس که یک مرکز بسیار مهم تجارتی بود، استحکام‌هاش به نهایت با قوت بود. گردوبگرد شهر یک حصار بسیار عظیم سخت برافراشته بود. از برج‌های حصار تیراندازا و بالای قشون مسلمانان تیر می‌زدند، بسیار بسیار مشکل بود. خالد ابن ولید هم همراه شرحبیل در همون احاطه شهر اشتراک کرد، اما دید که کار از حد می‌گذرد، شاید که مدتی در همونجا توقف کردنشان زیاد شود. از این خاطر سردار شهر شخص با نام روماتوس بود از رومی ها او را دعوت کرد به صحبت خاصه. در هنگام صحبت به او مراجعت کرد، گفت برادر عزیز، وقتی چشم ندارید نمی‌بینید که اسلام حق است، اینوش نداره، این دینی بر حق است، وعده پیغمبر خدا است که این ملک‌ها شام شامات مسخر مسلمانان می‌شود. چرا به جهالت اینقدر مردم به خون می‌دهید؟ چرا به جهالت اینقدر شهر آبادان خراب می‌سازید؟ ما با مردم کار نداریم، اگر مشرطی که بخوبی تسلیم شود در بای شهر باز کنن گفت و مردم کار نداریم، و معابد شما کار نداریم، با کلیساهای شما.
فقط که همین ما نزد شما به شرط میگذاریم یا اسلام قبول کنید و مثل ما مسلمان شوید و تمام حق حقوق‌هایی که ما داریم شما اسرائیل گردید، یا که مادام که مسلمان هم بشوید و زکات مال نمیدهید، برای آنکه دولت اسلامی شما را محافظت میکند، سرحدات را از دشمنان محافظت میکند، برای آنکه برای شما امکانیت فراهم می‌آورد که با کار و بار زندگی و تجارت مشغول شوید، جزیه باید بپردازید. رومانتوس هم خدای تعالی هدایتش کرد ایمان آورد. قدرت خدای تعالی را ببینید که بعضی شخصا با یک سخن هدایت نیابند، بعضی مردم دیگر در 100 سال هدایت نمیابند. واقعا هدایت نزد پروردگار است. هر کسی که خدا خواسته باشه هدایت نیابد. اگر خدای تعالی نصیب روزی اون دیده باشه، قسم به خدا اگر 100 معجزه پیغمبر به چشم ببیند هدایت نیابد، ایمان نمیابد. و راه پنهانی و خدمت شهر، همون موضعی را که از همه سست‌تر به استحکام شهر برای مسلمانان نشاند. شبانه از همون راه داخل شهر شدند، شهر را ضبط کردند، درها را باز کردند و شهر بصرا مسخر مسلمانان گشت و هر دو سرلشکر پیروزمندانه به یرموک آمدند رسیدند. و مجرد آمدن قشور خالد بن ولید مسلمانان 46,000 شده بودند. اما وقتی که حضرت ابوبکر و مردم مراجعه کرد، قواها را پی همدیگر فرستادن گرفت، عاقبت الامر شماره عمومی مسلمانان 100,000 شد. 100,000 قشور جمع کردن یک افسانه بود در این جزیره عرب. اما با شرافت اسلام همین قبیله های پراکنده سرجم شدند و 100,000 قشور از خود جدا کردند. از بین اونها 1000 نفرش صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. 100 نفرش شخصای بودند که در حرب بدر شرکت کردند. اون مردمی که در جنگ بدر هستند شریک‌ترین صحابه ها، مرتبه و منزلت اونها از همه بالا است. وقتی که اومدن هر قشور، هر گروه با همون سرلشکری خود بود، یعنی پراکنده بودن. از این خاطر در جنگی که به مقابل قشور منظم 280,000 خنده می شود، اگر یک رهبر یک سرلشکر نباشد هرگز غلبه به دست نمی آید. خالد بن ولید که رزم‌آور بود، جنگاور بود، شخصی است که در حیات خود بار شکست نخورده است. پیغمبر سیف اللهش خوانده است. روز همه سرکرده ها را دعوت کرد در مجلس، گفت امروز یک روز عظیم است، بزرگ است، روز امتحان خداوندی است. امروز روز فخر افتخار کردن نیست. همه ما در نزد خدا و در نزد بارگاه پروردگار برابر هستیم. ما حق نداریم گفت در مقابل لشکر منظم روم با گروه های پراکنده به جنگ بیاییم. تاریخ ما را نمیبخشد، خدا ما را نمیبخشد اگر هر کدام ما جدا جدا و زعم خود جنگ کنیم. اگر او بزرگمردی که از قفا ما را معاینه دارد، حضرت ابوبکر در نظر دارد، قسم به خدا گفت اگر در این موضع میشد احوال ما را میدید، هرگز راضی نمیشد که هر کدام ما پراکنده جنگ کنیم. البته یک نفر ما را رهبر تعیین میکرد. از این خاطر مردم گفتن که فکر خوب است، چی پیشنهاد دارید؟ گفت برای هر روز جنگ یک شخص رهبر تعیین میکنیم از میان سرکرده ها. هر کس بنابرای یک روزی سرلشکری را با خود بگیرد. اگر این 100,000 کشد این چند ارمی میشه واقعا اگر از او حساب کنیم. سردار همون شراب یک شخص میشه و روزی دوم با یک شخصی دیگر در جاش تعیین میکنیم. اما گفت روزی اول در اختیار من بذارید. می‌دونید که در روز اول سرکردگی را من با خود بگیرم. همه قبول داشتن. گفتم قبول. این یک روایت است. در اکثر کتاب‌های تاریخی که من خوندم همین روایت را چشم می‌خورد. از جمله در تاریخ معروف تبری، تاریخ امم و ملوک، حتی در دایره المعارف که محمد فرید وجدی عالم معروف و شهیر مصر نوشته است همین قول آورده شده است. اما بعضی از علما عقیده دیگر دارند در این موضوع. از جمله شیخ زینی دهلان در تاریخ خود می‌آورد، اونجا می‌فرماید که وقتی که حضرت ابوبکر صدیق با خالد بن ولید مکتوب نوشت، در ضمن امر کرد که وقتی که به مسلمانان رسیدی با برادرای خود که ملحق گشتی، رهبری و قیادت قشور را به عهده خود میگیری. یعنی که امر از جانب حضرت ابوبکر صدیق است. شیخ زینی دهلان و همین قول عبدالرحیم خطیب مصنف کتاب شیخین هم اختیار کرده است که درست‌ترش همین است گفته است. و یک مکتوب دیگر ابوبکر صدیق با ابو عبیده ابن جراح می‌نویسد
میفرماید که من خالد بن ولید از سرلشکر تعیین کردم، نه با او خاطر که نزد من او محبوبتر است، یک قسم به خدا گفت تو نزدیکتر هستی به من، زیرا که تو شخصی هستی که در جنگ بدر شرکت کرده ای، تو شخصی هستی که پیغمبر در وقت حیات بودن بشارت جنت به تو داده است، اما با آن خاطر او را سرلشکر تعیین کرده که در جنگ‌های با دشمنان خارجی بیشتر شرکت کرده است، در صورتی که تو این تجربه را نداری پس باید که متابعت کنی. و حضرت ابو عبیده بن جراح هم همین قبول داشت و این روایت این آمده است و واقعا روایت دیگه درست‌تر به نظر می‌رسد، زیرا که ما گفتیم که وقتی که حضرت ابوبکر صدیق خشونت را اعزام کرد گفت اگر در تنهایی باشه هر کدام بود سرلشکر، اما وقتی که در جای سرجم آمده ابو عبیده جراح سوار شما می‌شود، پس خشون به سرور نبوده است، ابو عبیده جراح رهبر بوده است. از طرف دیگر اگر ما قول اول اختیار کنیم که روز اول یک سرلشکر باید راهبری کند، در روز دوم سرلشکر دیگر درست نمی‌آید، زیرا که ما از تاریخ بدانیم که از ابتدا تا انتهای جنگ سردار مسلمانان خالد بن ولید بود، تا زمانی که حضرت ابوبکر صدیق از دنیا گذشت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنهما در جاش رهبر تعیین گشت رضی الله عنهما، با او خاطر گفتم که ابوبکر صدیق و حضرت عمر را در نظر دارم، نه اینکه پدر پسر. و خالد از وظیفه معزول نساخت، خالد سردار لشکر بود، پس همین قول دیگه درست‌تر به نظر می‌نماید. به هر صورت حضرت خالد بن ولید مدت یک ماه همون موضع مکان آموخت، طریقه حرب دید، نقشه ها کشید، این کاری نبود که در اندک زمان به او خوب پیدا کرد. رومی ها نیز آرام ایستاده و نگاه می‌کردند که مسلمان‌ها چیکار می‌کنند. چی سبب شده بود که رومی ها به لشکر مسلمان‌ها هجوم نکردند؟ اگر شده شمارش 3 برابر زیاد بود. یکی از سبب‌ها شکست شرمنده‌وار اونها و در نزد ما عربه که از قشون 500 نفره مسلمان‌ها قشون 3000 مجهز اونها طالبان شد، اونها را به دهشت انداخت. و سبب دومش ترس حراس خود هرقل عالی بود، شخص عادی نبود، شخصی بود که از تورات و انجیل با خبر بود، شخصی بود که می‌دانست که پیامبر موعود الان پیدا شده است. در صحیح بخاری حدیث به روایت در روز آمده است، متاسفانه ما مجال آوردن او حدیث نداریم. وقتی که همون معنیش اندک کوتاه‌تر کرده به زبان فارسی براتون بیان میکنم که وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و قیصر روم به هرقل مکتوب نوشت مسلمان شو تا اینکه رستگار گردی، و اون مکتوب به دست دحیه کلبی رضی الله عنه به سوی قیصر فرستاد. قیصر در ایلیا بود، در بیت المقدس امروزه. وقتی که خط خان امر فرمود که از قریشی ها از مردم مکه چند تاجری باشه همش بیارید. قضای الهی ابو سفیان ابن حرب رهبر مکه در همجا شرکت داشت، در شام بود، در ایلیا آوردن تاجرای قریش و اونا مراجعت کرد، گفت که از همه نزدیکتر به همین محمد علیه السلام کدام شما است؟ ابو سفیان ابن حرب گفت من.